سلام بچه ها، من تاها SX هستم. حالتون چطوره؟ یعنی بچه ها اولین کانال منه، ساب کنید توی یوتیوب. اولین کانال منه، ساب کنید. میخوایم اولین کانالمونو، یعنی اولین شروع کانالمونو با ویدیوی آنباکس شروع کنیم. یعنی چه جوری بگم بهتون، اینم کیبورد قبلیمه. آنباکس کیبورد میخوایم بریم، آنباکس کیبورد میخوایم بریم و آره دیگه، ساب کنید. برو بریم که آنباکس رو شروع کنیم. بچه کیبورد کاستوم شده است. بچه من یه بار بازش کردم، میخواستم داخلش رو ببینم، بعدش آره دیگه ببخشید رد سویچه مثلا من بیارم تو ویدیو که رد سویچه فیزیزه RGB فیزیزه کی 617 که 617 فیزز که براتون میارم. یکی بورد کاستوم شده است، رد سویچ. بچه هر کی گفته بلو سویچ، من خودم آرزون بود یه بلو سویچ بخرم، اما اگه رد دراگون میخواین، رد دراگون اصلا بلو سویچ نداشت و من مجبور بودم یه مارک پایین تر بخرم. اما رد سویچ من تست کردم، صدای بیشتری داره و باحال تری داره. خب حالا بریم بازش کنیم ببینیم که آره چجوریه. اول اینجا یه درز و دوروزی داره، بازش میکنیم و اینکه آره گفتم یه بار باز شده است که اگه در بیاد اینکه آره در اومد. این کیبورد 40%، کیبورد 40%. ببینید بچه ها، این 40% به نظر من بهتره. این کیبورد 60% همینه. خب اما این الان اگه اینو نداره، سمت چیزی نداره کیبورد 60%. اما مثلا مثل این کیبورد که الان دارین میبینین فاصله نداره، به این چسبیده، از اینو داره یه بالا پایین چپ راین داره، از اینا یه دونه کنارش داره و اینو داره اینجا که از فشار تیرکس مانی به فنا رفته و آره دیگه. خب صداشو اول، حالا اینا کاریش نداریم، اینو میذاریم بکنم. اینجا یه تصویر دفترچه یاد داشته همیشه گیر دراگون و اینکه بچه ها میگم باز شده است. اینجا یه پولومی داره که اینو بازش کردم بودم از قبل و اینکه اول از یه شروع میکنیم. این یه وایرلسه، چجوری بگم من یه وایرلس، یه کابله که به کیسمون وصل میشه. این که اینجا هم نشون میده، نشون داده این میره داخلش، حالا نمیدونم. و یه پولومی خیلی قشنگی هم اگه این باشه باز آها. خب ببخشید بچه ها اگه صدا بد میاد یکم مراعات کنید. من الان یه کلی آنباکس دارم، تو آپاراتم دارم، هم تو آپاراتم هم بچه ها میذاریم صاف کنید. 6 تا صاف دارم، نه شوخی کردم، 6000 تا. خب اینجا چسبیده به این کوفتیش. خب بچه ببینید و بالاخره باز شد. ببینید این دیگه فکر کنم بر همیشگی در نمیاد و بعد این همینجا بمونه بهتره. خوبه وللش به قول آره این هم
سیم داره که الان وصلش نمی‌کنم، میخوام سورپرایز سیم. بچه این سویچاشه، اگه در بیاد اینه. بس من سلام میکروفون بگیرم. اینه وای سویچه. البته بچه نبینید صداش یه حالیه، توی خود اینو بزنید خیلی صداش زیاد میشه. آره دیگه از همینا داره. بعد متاسفانه حالا بهتون نشون میدم چی شده. یکی دیگه اینجا داره که اینو باز میکنیم و این چیزایی اینجا داره که بازش کردم بودم خودم. اینه بچه ها، این به چه دردی میخوره خیلیاتون میدونین اما خیلیاتون نمیدونین. ببینید بچه ها، این واسه میبیارم، این ورش با این ورش فرق داره. این ور سویچ ها رو در میاریم، این ور خود کلید ها رو در میاریم. اینو میندازیم این لا. حالا من شدم براتون آموزش که یعنی بیاد مثلا اینش بیاد اینجاها، ببینید یعنی اینجا نباشه، همینجوری اینو بندازین داخل بیارین و اینه که کشیدین در میاد و یه رد سویچ رو میبینید و اینکه حالا دیگه با این ورش کاری ما نداریم و اینو در میاریم. خیلیاتون میدونستین، حالا من در نمیارم که حالا من تازه کارم. آره همینا رو داشت و عالی. یارو میندازیم اونور. خب ما خیلی منطقی بریم برای RGB کردن این. یعنی RGB کردن این چی گفتم من اول از همه؟ یا خدا یا علی یا اصغر. چی دارم میگم؟ یه چیز دارم میگم مهم اینجاست. بعد سالها این در اومد. بچه من خرگوشم مثل دسی، مثل ویشان اینا. دسی یعنی دسی گربه است، منم خرگوشم. این اصلا گفته باشم. خب اینو میزنیم توی کیس عزیزمون. خب و اینکه واسه من چراغ خاموش کنم. خب بچه من چراغ خاموش کردم. واسه من میکروفون رو بیارم نزدیک. بریم برای این سماره ریزه میزه. بچه این RGB شه VN رو میگیریم و M کم میشه، پررنگ خاموش میشه. من میذارم پررنگ ترینش و این آره این تغییر میکنه، مدلش تغییر میکنه دیگه. بله با اینا تغییر میکنه دیگه. حالا تغییر کنه و بله حالا بریم برای یه اسم.
بچه ها راسته این پشتشه اینا که بزنیم جلو و عالی چقدرم خفن و اینم یه نوع RGB خیلی خفنه اگه این گیر نکنه و اینکه آره بچه ها خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما بودید بچه ها. بعد مثلا ببینید من وقتی اینو میگیرم خب این خودش سفید میشه و میگه کنترلم باید بگیره. خیلی جالبه. مثلا الان از پایین میره به بالا فرق داشت دیگه. آره مثلا یکی هست این مدلیه این آروم شد این سرعتی یکم RGB تر شد RGB سرعت دار خیلی طرح مدل داره و اینو شما میذارین باشه. اینم اینجوری هم میشه. واه چقدر خفن. و اینکه آره بعدش ببینید مثلا خاموش کیبورد مثلا F1 رو میزنیم. بعد بچه جالبش اینه که F1 یکش یکیه. و بچه های عزیز خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید و تا یک ویدیوی دیگه بای بای.